قبلا باید بگویم که هر یک شهروند یا گروه موافق با آزادی ها و حقوقی که کنستیتوسیون کشور سرقانون جمهوری تاجیکستان داده است حقی حزب سیاسی تشکیل کردن دارد. و در برابر این باید بگویم که وضعیت امروزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورمان از ما تقاضا دارد همچون شهروند، همچون کسانی که از برد و باش و حیات و ممات این کشور برخوردار هستیم و مسئولیت حس میکنیم، تمام فعالیت خود و دانش و امکانات خود را برای آبادی و رشد اقتصادی این کشور سفربر کنیم. به همین خاطر ما گروه تشبسکار با هم اومدیم، مصلحت کردیم و خواستیم که یک حزب تأسیس کنیم و نام آن را هم نامگذاری کنیم تاجیکستانی نو. یعنی تاجیکستانی که در آن ما همه آرزو و آرمان‌های خود را دیده میتوانیم. تفکری نو، مناسبتی نو، تاجیکستانی مدنی، ترقی یافته و دیگر اصطلاح‌ها و یا فهم‌هایی که میتواند زیر این واژه خود را پیدا کنه. اساساً ما اطراف انتخابی شخصان زیاد فکر نکردیم، چون که این گروه تشبسکار گروهی هستند که هم فکرن و آنها شخصانی ورزیده در بخش‌های اقتصادی، در بخش اداری و دیگر بخش‌های فرهنگی بودند. ما با اینها با هم اومدیم و این تأسیس این حزب را اعلام نمودیم. البته حزب سیاسی نمیتواند منافع یا دیگر عامل‌هایی که از ولایت‌ها یا منطقه‌ها وابسته است اونها رو به این آورد نگیرد و خاطر هرچی بیشتری جلب اعضایان ما این عامل‌ها رو هم به نظر خواهیم گرفت، ولی ابتداءً ما سعی میکنیم که کسانی باشند که چهره تازه، نگاهی تازه، اگر بیشتر از حوزه‌های علمی هم شخصانی نظر پرداز و عملگرا باشند. بیشتر دقت ما می شود با کسانی که تخصص بیشتری اقتصادی دارند. همچنین نمی شود بدون فرهنگ و معرفت و دیگر. البته همه اینها در این حزب جای خود را می توانند پیدا کنند برای آبادی کشور. بیشتر سمت فعالیت ما با هم آوردن بخش خصوصی صاحبکاری و شخصا صاحبکاری تولیداتی، استفاده تمام منابع طبیعی و نیروی ذهنی برای هرچی بیشتر استفاده کردن پتانسیل صادراتی. ما وقتی که با آمارها رو میبریم موافق با آماری که امسال در وزارت اقتصاد گفته شد و در مطبوعات هم چاپ شد، حجم صادرات از حجم واردات قریب 3 برابر کم است. یعنی این نشانه آن است که کشور ما قریب که باید کشوری استعمال کننده تبدیل شده است. بنابر همین ما میخواهیم و باز اگر از این فرصت استفاده بوده چند رقم ها رو میخواهم نامبر کنم. ما کسانی بودیم که در سالهای دانشجویی و بعد از آن از ساخت شوروی اراد میگرفتیم که تاجیکستان همچون کشوری منبع اشیای خام استفاده می شود. ولی باز با آمارها رو میاریم میبینیم که کشور ما در سالهای شوروی تقریبا 1 میلیون تن پخته استحصال میکرد. از همین 1 میلیون تن پخته تقریبا 20% آن کارکرد میشد و آمار امروزه رو دسترس میکنیم. کشوری که 5 برابر حجم استحصال پخته را کم کرده است، باز حجم کارکرد نشت پخته تقریبا 10% را هم تشکیل نمیکنه. یعنی
استقلالیت آرزو امید ما از استقلالیت دولتی این بود که ما از ذخایر طبیعی خود با کارکرد نهایی برسیم و با بازار جهانی ما به جای مواد اولیه اشیا محصولات تیاری صنعتی صادر کنیم. این مشکلی هست. ببینید ما زواد آلومینی داریم، تقریبا 400,000 آمار داریم یا کمتر محصولات آلومینی اولیه با بازار جهانی صادر میکنیم خوشبختانه، ولی باز میبینیم که تقریبا تمام محصولات تیاری آلومینی از خارج کشور اما وارد میشود و هنوز با 5-10% کارکرد آن مایل نشدیم. چقدر ما ذخیره های جایهای کاری، چقدر ما امکانیت های شغل اهالی به طور عمومی و حل مسائل اجتماعی را داریم. حالا ما درباره کارکرد میوه‌جات، درباره کارکرد محصولات کشاورزی و دیگر محصولات صنعتی نمیگوییم. بنابر همین این حزب مقصد میگذارد که هرچی بیشتر فضا را سالم گرداند، فضای سرمایه گذاری را، شرایط برای رشد صاحبکاری را مهیا سازد و اون چیزی که واقعا درست قید کردیم، مقصد اساسی ما با استفاده این امکانیت ها تشکیل صنف میانه است. گرچه که امروز بعضی از مقامات ها میگن که ما علاقه صنف میانه داریم، ولی من مطمئنم که ما هنوز با این سطحی که لازم است چی صاحبکاری خردمیانه و چی تشکیل صنف میانه را اجرا نکردیم. بنابر همین تمام فعالیت حزب با این بخش روانه میشه. ما در اعلامیه هم به این مسئله دقت دادیم و یکی از سبب‌های تأسیسی به صحنه سیاسی آمدن این حزب را در ناامیدی قشر معین جامعه از آینده خوب و درخشان گفتیم و همچنین فرار مغزها گوییم یا که خود را در کشور اجدادی خود در وطن خود نمیتونن جای خود را پیدا کنند، طلبات روزمره خود را قانع کنند. بنابر همین این نیروی سازنده متاسفانه برای آبادی کشور دیگر صرف می شود. اگر ما توانیم با استفاده اون چیزی که قبلا گفتیم مهاجرت مهنتی را کاهش بدهیم و صادر این یا که به طور دیگر بگیم فرار این نیروی عقلانی را از کشور توانیم بازداریم و یا برگردانیم، این تنها و تنها بردی این کشور هست و ما همون ناامیدی که امروز متاسفانه جامعه را فرا میگیرد ما میتوانیم برای این نیرو را برای آبادی کشور اجدادی خود صرف کنیم. مجلس نمایندگی شهر دوشنبه صلاحیت تهیه و قبول قانون را ندارد. تهیه و قبول قانون در مجلس نمایندگان صورت میگیرد. وظیفه ما همچون دیپوتات و دایره فعالیت ما در قبول قرارهای رئیسی شهر و دیگر سندهای معیاری که در دایره حکومت محلی اجرایی شهر دوشنبه میشود از این عبارت است. البته ما در اینجا بحث و تلاش میکنیم، پیشنهاد میکنیم، ولی باید بگویم که اکثر معیارهای قانونی اکثر نه کاملا در حکومت جمهوری تاجیکستان و پارلمانت کسبی به تاثیر میرسد. همچنین از اون که ما منبری شورا را یا که دیگر تشکیلات های جمعیتی را استفاده نمیبریم، برای این یک مثال کوتاه میارم. از اون که راهبری دولت سفارش داده بودم درباره تهیه قانون نوی انداز به خاطر شرایط مهیا کردن برای رشد صاحبکاری، ولی متاسفانه در خوشبختانه ما بسیار محفل‌ها رستند، پیشنهادات زیاد از بخش صاحبکاری، از اساسیات‌های تجاری و مقامات دخلدار پیشنهاد شد، ولی در نهایت کار ما دیدیم که کودکس نوی انداز
اکثری بندهایی که باید با شرایط مهیا میکرد برای رشد صاحبکاری و وقتی که ما صاحبکاری میگیم این رشد اقتصادی هست البته، ولی متاسفانه اکثر کارشناسا و همچنین خیلی کارمندان اندازه میگن که بدتر شد. همه این واقعا ما را وادار کرد که یک منبری داشته باشیم، منبری سیاسی داشته باشیم که نقطه نظر خود را برای بهبودی جامعه خود، برای بهبودی ملت خود ابراز داریم و اون را پیگیری نماییم. چون که ما دیدیم که نه همه وقت با فکری تشکیلات‌های جمعیتی دقت داده میشه. مطالعه میکنم در مطبوعاتم درباره آنکه به همه اقدامات قسمی حتی کارشناسان متاسفانه از حتی زیایان ما هم شبهه میکنند. حتی گمان میرود که دیگر با وجودیت خود، عقل و ادراک خود، اراده خود باور ندارند. من مطمئنا میگم که اولا که طبیعت من هیچ گونه دخالت را نمیپذیرد و خود را در آن حالت یک انسانی کامل نمیحسابم که اگر با من دستور داده شود که تو چی کار را باید انجام دهی. البته دستور را میتوانم قبول کنم برای آبادی و خوشبختی ملت دولت باشد، ولی چون حزب که این حق شهروندی خودی ما و گروه ما هست، هیچ گونه دستور چی داخلی و چی خارجی را ما نمیپذیریم و باز تکرارم شود میگویم که در اون حالت من خود را یک انسانی صاحب عقل هم نمیحسابم. اینو بر همین این فکری ما تشبوس خودی همین گروه بود. شاید در اونجا سهم بیشتر خودی من داشتم که توانستیم یک گروه رو با هم بیاریم و درباره تأسیس حزب تاجیکستانی ما و مطبوعات پیشنهاد دادم. من مطمئنا میگویم که ما کاری نکردیم که ترسیم. من نظرم این است که کاری پرشرف را و مسئولیتی بزرگ را با عهده میگیریم و با عهده گرفتیم. این حقوقی کنستیتوسیونی ما هست، حقوقی شهروندی ما هست و همچنین هر یک شخصی آگاه و مسئولیت شناس نمیتواند به یک زندگی خوبی خود محدود شود وقتی که میبینه هزاران هزار یا بیشتر از میلیون شهروند این کشور مهاجرت مهنتی را پیشه میکند و خود آرام و خوشحال زندگی میکند. بنابر همین اگر ترس از این برای من بالاتر باشه، پس من نمیدونم اینجا چی گویم. بنابر همین من فکر میکنم که مرا مقاماتی دخلداری دولت هم درست درک میکند و یک بار با وضع این روزه کشور نظر کنیم، واقعا نظر کنیم. ما که به بخش صاحبکاری سر و کار داریم، عادی‌ترین متخصصی خوب رو دیگر ما در کارخانجات صنعتی، در ساختمان، در دیگر بخش‌ها، شخصا در ساحه کشاورزی دیگر نمیتوانیم نگاه داریم. از این دیده مشکلی برای یک جامعه‌ای که دعوای متمدنی میکند، یک جامعه‌ای که دعوای عضوی جامعه بشری میکند و ما حالا نمیگیم درباره اون که کشوری ما در حاشیه همه جدول‌های رشد همچون کشوری عقیم مانده قرار می‌یابد. البته ناموس انسانی و شرف انسانی ما رو نمی‌گذارد که ما از بحری اگر امکانیتی داریم ما رو صرف نظر کنیم و یا باز چون دیگر دوستان و همشهران خود باز کشور خود را که به همه این سازندگی و آبادکاری نیاز دارد ترک آن کنیم. بنابر همین من در اینجا بار دیگر هم میگویم که مقصد ما سازندگی است و غرض ما غیر از
بهبودی زندگی مردم، غیر از آبادی و سربلندی مردم چیزی دیگری نیست، هیچ گونه خودخواهی نداره. در چارچوبه قانون آنچه که قانون جمهوری تاجیکستان درباره حزب‌های سیاسی معین کرده است عمل خواهیم کرد. یعنی شتاب نداریم. ما همین رو هم باید بگوییم به تماشابینان و دوستان خود که هیچ گونه سراسیمگی برای اشتراک در معرکه انتخاباتی رئیس جمهور ما نداریم، چون که حالا ما ساختار خود را درست نکردیم. حالا ما ماهای دراز با تشکل یافتن ساختن ساختار در مرکز و نواحی داریم. بنابر همین ما امید میکنیم که با پیشنهاد حجت‌های لازمه این حزب به قید گرفته شود و در دایره قانون توانیم فعالیت خود را انجام دهیم. ما واقعا شتاب نداریم و آمادگی خود را برای انتخابات پارلمانتی که سال 2015 برگزار می شود آماده می شود.